بازدیدات خیلی کمه و دلت میخواد بدون اینکه هیچ تلاشی انجام بدی بازدیدات بره بالا، باید این ویدیو رو تا آخر تماشا کنی. سلام، سینامو، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. همونطور که از روی تایتل خوندید، میخوایم توی این ویدیو با یه نرم افزار خیلی کاربردی و خوب هم بهتون آموزش بدیم که لایک بگیرید توی آپارات. یعنی شما همینجوری لایک روی یکی از ویدیوهاتون انتخاب میکنید، همینجوری لایک میاد روش. آره خیلی عالیه. و افزایش بازدید هم همینطور توش هست، یعنی یکی از ویجتاش اینه و به نظر من خیلی کاربردیه. خب دیگه سرتون رو درد نیارم، خیلی سریع بریم سراغ ویدیو که اذیت نشید. 3 2 1 بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، اسم نرم افزار لایک گیر آپاراته. بذارید من اول نحوه دانلودش رو بهتون بگم. شما اول از همه وارد گوگل میشید و توی قسمت سرچ کنید افزایش بازدید آپارات. مایکت هم نیاز داشت، ببخشید. افزایش بازدید آپارات با برنامه مایکت. اینو که بزنید اولین گزینه رو شما بزنید روش رو دانلودش کنید و براتون کار میکنه. دقیقا همینه که من دانلودش کردم. دیگه واردش نمیشم. همینجا نرم افزار دانلود شد. بعضی وقتا کرشتون میکنه که هیچ اشکالی نداره. خب اول بذارید من یه نکته بهتون بگم در مورد لاگین کردن. شما وقتی که وارد آپارات میخواید بشید بعد چند وقت و میخواید تازه لاگین کنید، یه صفحه براتون باز میشه که احتمالاً براتون آشناست و اونجا رمز یا شماره تلفن یا هر چیزی که وارد کرده بودید تا الان وارد میکنید. یه کد به شماره تلفن یا رمز کلمتون رو مینویسید و وارد میشید به چنلتون. خیلی ساده و راحت. اینجا هم دقیقا همونه، یعنی اصلا دنگوفنی نداره و دقیقا همونه، انگار همونو از اونجا کپی کردن گذاشتن اینجا و شما عیناً وارد چنل آپاراتتون میشید. از لحاظ امنیتی چنل آپاراتتون هم به هیچ وجه مشکل نداره. خب بچه‌ها، ما با قسمت لایک بگیرش کاری نداریم. اگه میخواید اینو آموزش بهتون بدم حتما توی کامنت ها برام بنویسید. حتما ویدیو بعدی همین ویدیو میشه و بریم سراغ بازدید گرفتن. بازدید بگیر بغل همون سکه بگیره بزنید روش. همونطور که میبینید یه مش ویدیو اینجا وجود داره. خب این ویدیوها رو همونطوری که میبینید شما هر کدوم رو بخواید بزنید روش میزنید و روش که بزنید وارد چنل آپارات طرف میشید. یه جورایی لینک ویدیو اینجاست. خب حالا خودتون میخواید ویدیو بذارید کاری نداره، روی این دوربین اینجا میزنید، دوربین به اضافه که اون زیر بود، و حالا یکی از این ویدیوهایی که دارید از توی چنلتون رو میتونید انتخاب کنید و وارد این برنامه کنید. همونطور که میبینید تامنیلش میاد اینجا یکی از این ویدیوها تامنیلا و تمام. به همین راحتی شما میتونید بازدید بگیرید. مثلا این آقا رو ببینید نوشته 281 نفر این صفحه رو دیدن. شاید واقعا انقدر تاثیر داره که میبینن دیگه. آره دیگه تاثیر داره، بی تاثیر که نیست که. من خودم یه ویدیو درباره گرفتن دنبال کننده به صورت رایگان رو با همین نرم افزار رو گذاشتم. اگه خواستید توی سایت هم هست، چنل هم هست، میتونید برید ببینید. هم توی یوتیوب، نه توی یوتیوب آپلودش نکردم، توی آپارات هستش. برید ببینید اگه میخواید. خب بچه‌ها، ممنونم که تا آخر ویدیو من همراه بودید. اگه از این ویدیو لذت بردید ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و از همین زیر میاد چنل رو سابسکرایب کنید. اگه این 2 تا کار انجام دادید میمونه فقط یه نکته، کامنت گذاشتن. هر سوالی که داشتید یا هر محتوایی که خواستید من براتون ویدیوشو بسازم حتما توی کامنت ها برام بنویسید. حتما بهش رسیدگی میکنم. ممنونم که تا آخر ویدیو من همراه بودید و تا یه ویدیو دیگه بدرود.